خرپولی، نویسنده مردوک، فصل اول، قسمت 5. هیچ برگی از درخت نمی افتد مگر با اراده او. هر بار بر سر هر چیزی که در آن کمی موفق بودم، حتی با خود، حتی در تنهایی کمی فخر فروشی کردم و غروری کاذب بر وجودم مستولی شد، دقیقاً پس از مغرور شدنم جهت معکوس به خود گرفت. این موضوع را بارها امتحان کردم و بارها از آن ناحیه ضربه پذیر بودم. بارها و بارها فهمیدم که اشتباه است، اما باز مکرراً انجام دادم و انگار که من میبایستی صدها بار سرم به سنگ میخورد تا امروز به اینجا برسم که کاملا متوجه شوم که اگر امروز تو موفق هستی به خاطر قدرت مطلق دیگری است که خواسته تو پیروز میدان باشی. بله، لابد میگویید خودتان پس چه؟ یا پول بادآورده پدرت، یا تلاش و مداومت در تحصیل کردنت، یا هر چیز دیگری که تو را به این نقطه از موفقیت رسانده. همه اینها درست، اما کسی یا چیزی این اراده را در وجودت نهادینه کرده که تو درس بخوانی، تلاش کنی و خیلی چیزهای دیگر. مدتها بود که اوضاع مالی من خراب بود. به هر دری می زدم اما همه دربها به رویم بسته بود. واقعا می خواستم که توانگر باشم، اما نمیشد که نمیشد. شبی در فکر خود عملکرد چند ساله‌ام را بررسی کردم و آنها را بر روی ورقی مکتوب نمودم. نقاط ضعف و قوتم، همه کارهایی را که کرده بودم. به نتیجه رسیدم که تلاشم زیاد بوده، اما 2 ایراد بزرگ داشتم که هر بار آنها را تکرار می کردم و هر بار نیز از آن ناحیه ضربه می خوردم. اول اینکه هر برنامه‌ای داشتم و یا قرار بود داشته باشم را با دوست و فامیل مطرح می کردم و آینده درخشان خود را به طور کامل و وسوسه انگیزی از 30 تا پیاز تعریف می نمودم و نقشه ها و ایده های جذاب خود را به رخ دیگران می کشیدم و با آنها به اشتراک می گذاشتم و به قولی چراغ خاموش حرکت نمی کردم و چه بسا نور بالا می راندم و همه را در جریان می گذاشتم و پس از افشای این رازها و برنامه ها با قاطعیت می گویم که تمامی اهداف من پس از مدتی به یکباره نابود می شدند و هیچ کدام سرانجامی نداشت. دومین اشتباهم این بود که نقاط مثبتم را فریاد می زدم و نقاط ضعفم را پنهان می کردم، در حالی که می بایستی جای این دو را با هم عوض می کردم و این مطلب از بعد روانشناسی نیز اثبات شده. شخصی که در تمام زندگیش یک شکست خورده محسوب می شود و همه او را به نامش کسی می شناسند که هیچ نمره قبولی در کارنامه‌اش ندارد، او را مجبور به خود بزرگبینی یا توهمگرایی می کند. او تصور می کند از کورس مسائل مدنی، اجتماعی و اقتصادی اقوام و نزدیکانش جا مانده. از این رو ممکن است برای رسیدن و فتح این قله پوشالی از ریا و خود بزرگبینی و چنین حربه های استفاده کند که هر روز باعث پسرفتش خواهد شد، زیرا مدتی بعد دروغ‌ها و غلوهای خود را باور می کند و در فکر پوست اندازی نیست و در واقع به بیراهه می زند و با وجود داشتن آن همه نبوغ و استعداد و تلاش به بن‌بست می‌خورد. این فرد به خاطر اینکه به خانواده‌اش اثبات کند که هنوز درست می‌گوید، هر روز اشتباهات دیگری را مرتکب می‌شود و هر روز در باطلاقی که خود برای خود به وجود آورده بیشتر فرو می‌رود. من در کار املاک جزو مشاوران حرفه‌ای بودم، اما گاه غرور کاذبی که داشتم و پیش‌داوری و پیشبینی‌های غرورانگیزم باعث خراب شدن قراردادهایم می‌شد که البته خوب می‌دانستم علتش چیست، اما نمی‌خواستم باور کنم که اینها خرافات نیست و وجود دارد. صد البته که اینها هنوز هم جزو خرافات محسوب می شوند و من نیز به آنها باور اندکی دارم، اما گاهی خود به این خرافات طوری معتقد می شدم که آنها را دلیل عدم موفقیت خود می دانستم. خرافاتی مثل چشم نظر،
باطل کردن دعا و طلسم و غیره، ولی اینها به طور واقعی وجود ندارند. اما وجود نداشتن این فرایض دال بر بی تأثیر بودنشان نبود، زیرا از نظر علم روانشناختی چیزی را که وجود ندارد ولی همه به آن باور دارند باعث می شود که شما نیز باور داشته باشید. روزی پس از ثبت قراردادهای بسیاری که بدون ایراد و دستانداز امضا می شد و کمیسیون‌های آن را دریافت می کردم، به عنوان نصیحت به مشاور تازه کاری که برای راهنمایی گرفتن نزد من آمده بود گفتم: ببین دوست عزیز، من را ببین که تمام قراردادهایم به ثمر می نشیند و حتی یک قرارداد هم اصلا پاره نمی شود. در اینجا بود که من با غرور حرف زدم و این غرور در واقع شروع ناکامی های من بود، آن هم درست در روزهای پایانی سال و نزدیک عید نوروز که همه مردم جیبهایشان پرپول بود، اما من درست به فاصله 1 ماه 6 قراردادم به طور عجیبی به هم خورد و باعث شد که شب عید و در روزهای تعطیلات عید با جیب خالی سر کنم و از آن پس بود که تصمیم گرفتم در کارها و حرف زدنهایم تجدید نظر کنم. به راستی اگر خداوند به ما اراده درس خواندن، فکر کردن و کار کردن را نمیداد، امروز ما در کجای نقشه بودیم؟ و این موضوع باعث شد که با خود عهد ببندم که هرگز از کلمه من استفاده نکنم، حتی در شوخی کردن، و دست از غرور کاذبم بردارم. ما به هر چه فکر میکنیم همان امر را در زندگی رقم خواهیم زد. اگر میخواهید پزشک شوید ولی در ذهن بگویید که کنکور را چه کنم، شما پزشک نخواهید شد. یا اگر میخواهید پولدار شوید و با خود بگویید پول را باید از زیر پای فیل بیرون کشید، شما هرگز پولدار نخواهید شد. چون چیزی قوی‌تر از خواستن شماست که در به ثمر نشستن آرزوهایتان ممانعت میکند و آن نخواستن است که ضمیر ناخودآگاه شما آن را صرف کرده. من در گذشته اشتباه میکردم و به خاطر این بود که اشتباه دعا میکردم. هرگز نگویید که من میخواهم پولدار شوم، چون این یک ذهنیت فقیرانه است و این درخواست از خداوند یک درخواست بی ثمر محسوب می شود که هرگز تحقق نمی یابد. به عقیده من بهتر است بگویید که خدایا اراده و تلاش مرا مضاعف کن که خوب فکر کنم و خوب تلاش کنم تا راهی باشد برای اینکه به پول برسم. در این صورت است که راه رسیدن به پول نیز هموار می شود. شما برای رسیدن به یک پنتهوس در یک برج مجلل ابتدا باید طبقات پایین را در نوردید یا طی کنید، حالا با پله یا آسانسور، سپس به طبقه آخر و پنتهوس آن ساختمان برسید. این میسر نمی شود مگر با اراده رفتن و رسیدن. با رویا پردازی بیجا فقط در خواب می توانید به هدف خود برسید. شما تا دوران ابتدایی را به پایان نرساندید، نمی توانید به مقطع متوسطه و دبیرستان قدم بگذارید، زیرا علم شما به اندازه ای نیست که بتوانید بدون طی کردن مراحل اولیه به درک و مفاهیم مقاطع بالاتر برسید. ابتدا پیریزی و فونداسیون یک ساختمان باید وجود داشته باشد تا بتوانند باعث بالا آمدن یک برج چندین طبقه شوند. هرچه پایه های خود را بیشتر تقویت کنید، قابلیت ارتقاء طبقات بیشتر دست یافتنی تر خواهد شد. هرگز پیشنهاد نمی کنم در کارهایتان و جلو بردن برنامه هایتان مشورت نگیرید، اما به طور غیر مستقیم این کار را انجام دهید. مثلا بگویید فلان دوستم می خواهد چنین کاری بکند و از من مشورت خواسته. اینطوری نه نقشه های شما لو می رود و نه آن شخص به صورت احساسی به شما راهنمایی می دهد. باز هم می گویم افکار خود را به طور مستقیم افشا نکنید و چرا خاموش حرکت کنید. حتی به نزدیکترین فرد زندگی هم از ایده های خود نگویید. برنامه های خود را مخفی جلو ببرید. به سرانجام که رسید همه متوجه نبوغ شما خواهند شد. زبان خود را بسته نگه دارید. گوش هایتان را باز کنید. با حرافی اطلاعات شما به دیگران منتقل و با گوش کردن بالعکس می شود، یعنی از آنها به شما انتقال می یابد. چشم‌ها را باز نگه دارید و هر از گاهی به خود نهیب بزنید و بگویید بیدار شو، بیدار شو.
زیرا ذهن آدمی گاه دچار عارضه‌ای به نام هنگی می شود و باید در این لحظات خود شما، چیزی، کسی، کتابی یا فیلمی شما را از این خلأ بیرون بکشد. پس بگذارید که ابتدا این خود شما باشید که باعث بیداری ذهن خود می شوید. قبل از شروع یک پلن موفق، ابتدا افکارتان را جمع آوری و آنالیز کنید. افکار خوب و سازنده را بنویسید و افکار بد و منفی را به زباله‌دان مغزتان هدایت کنید. قبل از بریدن درختان تبر را تیز کنید. دست از خود بزرگ بینی بردارید. به خود دروغ نگویید. شما امروز همان کسی هستید که این کتاب را در دست دارید. مطمئناً تصادفی به دستتان نرسیده یا مشغول گوش دادن این کتاب نیستید. شما پس از خواندن کتاب‌های انگیزشی متعدد حتما به دنبال حرف‌های ناگفته‌ای بودید که بیدار شوید و امروز مفتخرم که به تو که همکنون این مطالب را می‌خوانی یا گوش می‌دهی بگویم دوست من، این کتاب را به صورت صوتی نیز گوش بده. روزی نیم ساعت صبح و نیم ساعت شب قبل از خواب مانند یک دارو استفاده کن و به تو قول میدهم که زندگیت همچون من متحول خواهد شد و سعادتمند خواهی شد. هدف من از نشر این مطالب ثروت و شهرت نیست. هدفم کمک کردن به توست و این را یک وظیفه میدانم که باید انجام دهم. دوست من، بلند شو و حرکت کن. تو پیروز میشوی. تو پیروز میشوی. تو پیروز میشوی. پایان قسمت 5 از فصل اول.